و جدید تو این ویدیو میخوایم بریم این بازی دکمه یه جا کلا زیاد دکمه است، باید همه دکمه ها رو پیدا کنیم که هوش و دقت زیادی میخواد. و اردک جدید آوردیم، اما تو رو خدا لایک کنید. 5 تا روباکس برام موند و 20 تا روباکس هم هدر رفت. و به خاطر یه ویدیو که رایگان میتونستم چیز میزا رو بیارم رو لباس که فهمیدم چون روبلاکس آپدیت داده عوض شده و دیگه رایگان نیست و حواسم هم نبود، دکمه رو 2 بار زدم وسط ویدیو و یعنی 2% ضرر کردم و روباکسام رفت و فکر کردم این همیشه رایگان حساب میکنه اینا رو، چون قبلا رایگان حساب میکرد. سناکو همه اینا رو من رایگان گیر آورده بودم، همه اینا رو همینو گرفتم چاپ کرده بودم. این همون اسکین اول بازیه که به شکل خودم در آوردم که دیگه گن خورد تو همه چیزشو. آره، اما یه خوبیتی داره. اون خوبیت اینه که اگه بخوام اینجا رو بیزنم چیز میشه، هیچکی نمیتونه بگیره. لااقل به اونقدرم به درد نمیخوره. حالا فلالش قراره این تفنگ بازیه رو نکنیم. یکی عرفه خواه انگاری رفته استیل بلین رات و منم از استیل بلین رات خیلی خوشم میاد. قراره با هم بریم استیل بلین رات و کانال روبیکامونم دنبال کن تا داره بازی میاره. دنبال کن، فقط دنبال کن تا صبح دنبال کن. یعنی دنبال نکنی دنبال نمی کنم. این آرزوهای یوتیوبر شدنم. آره لطفا دنبال کنید. تو کانال روبیکامونم برید، لینکش داخل یکی از ویدیو همون هست که برید بزنید تو روبیکام میاره. اردک موتوری هم لایک و دنبال کنید و ببینید زیاد ارزش فکری نکنید، چون اونقدر هم چیزای خفنی ندارم. پس اونقدر دیگه تو ذهنتون شادی مادی نکنید، زیاد چیز جالبی ندارم و برای راحتی شما هم که شده ویدیو رو کات میکنم تا بازی بیاره. لازم نبود بازی آورد سریع. منطقیه، میخواستیم ویدیو رو کات کنیم بازی. خب بچه دعا کنید که تو اون زمان آیتمام نرفته باشه و رفیق شل دستم که تو این بازیه حواسش نیست که من آیتمام بره، اما من حواسم باید به اون باشه. منطقی. و کجاست این بچه؟ اینه؟ نه این. و انگاری اتفاقات جالب انگیزی افتاده. لازم باشید فکر نکنم مثلا تو مپ باشه. ولی تو مپ نیم ما عجبی یوروی قد منیشتی با قد بلند مرید با اون قد بلند. منطقی اولدک ها موتوری ها حالا بنمایید. ببینید اسکین جدید برای شما. چرا یه احساس کردمش که دوتاش بچه زیاد فکر رو اینا نکنید. بیلیون کنم هر دفعه وارد بازی میشم یه چیز خفنم باید از دست بدم، چون چون من بسخوا پرنده رو از دست دادیم. 1 2 3 واسه اسمش 1 2 3 اگه بزنم 1 2 3 چی میاره؟ چه آهنگ دلنشین. یاره کجان؟ بلین رات میخوام. در بسته شد.
اگه نمیبینید من پول دارم عثمانیمه. او راستی اینجام توش چند تا آیتم دارم و چرا نباید دست بابا باسه. این هم از این هم به دردم میخورن و این به درد بخورترین آیتم. شوخی کردم بابا دست دارم. بریم یه نفر به غیر بندازیم. اصلا این تکون نمیخوره کم جلو پاشو بیا نانای کن. اخماتو وا کن بای بای کن. پاشو بیا نانای کن. نانای ای حاجی رفتش. قبلا یه چیزی بود میتونستی وارد اتاقمون یره بشی و در 26 ثانیه چون نزدیکم در 20 ثانیه دیگر یک چیز خفن قراره بیاد به بیشمونون با اولی لاگدار ماتس هم قراره بیاد. منطقیه. یه ثانیه گفتم یه لحظه ولی یه لحظه نرفت. تموم شد. چیز خوبی نداد و بازی چرا انقدر نه داد یکم نتم ضعیف میشه بری تو دایی. یعنی به خاطر این نته جالب ما یک چیز خفن رو داریم از دست میدیم. شانس شاکرت بالاخره گرفتمش. دنبال کن. بچه من هیچ ادمین پنل هیچ چیزی ندارم در این بازی. واسه ریبرت هم بومباردیلو کردیل بومبا It's raining taco The not at the sky taco Walk on the sky The different night And close your eyes It's raining taco It's raining taco چه دیوونه ای تاکو تتete ساور تاکو It's raining taco It's raining taco Now the sky taco افالو دقیقا همین رو داشتم تی فقط نوچه نه نمیارد نوچه یه جا 2 میلیون بدم بره بابا. درآمد زایی به این میگن. 2 دقیقه چیز خفن نمیگه تا اون 2 دقیقه ما بریم داخل میگه یا ابرفر اوضاع چه قراره. یارو چه خوش میگه یارو اعتماش هم برداریم و رپل سیراد ناره همه چیش ای بدرم بود یعنی اینجا به این خفنی جو به این خفنی همش نوبینی پیتزایی اصلا ملونه اصمان بریم اصلا من اینجا چه کارم مدلشون
18 تا بلین رات برات بیارم. آی پاستیل شدم، پاستیل خرسی. حالا هم سنگ. رنگم از بین رفت. حالی من فکرم کلن همه چی ما از بین برد، ولی من رنگ قبلی مونه. در حال عوض کردن تیشرت. تمام. گردونه 53 منت. میدونید معنیش چیه دیگه؟ یعنی 53 روز ساعته، یعنی یک روز کامل میمونه. این ویدیو یا لب چمک. خب این ویدیو هم تمام میشه. تا یه ویدیوی دیگر خدافظی کن با این. خدا حافظ تا یه